سلام درود خدمت همه دوستان، امیدوارم حال تک تک شما خوب باشه. خب دوستان، تو مبحث قبلی که مشخصات شناخت سنسورها رو به شما گفتیم، تمام سنسورهای موتورسیکلت رو به شما نشون دادیم و که بدونید چه سنسوری هست. خب امروز اومدیم سنسورها رو بگیم چه کاربردی این سنسورها در موتورسیکلت های انجکتور داره و اگه مشکلاتی واسه این سنسورها به وجود بیاد چه ایرادایی روی موتور پیش میاد. خب دوستان، بریم سراغ آموزش. دوستان اگه از این ویدیوها خوشتون میاد حتما اون دکمه مشترک رو بزنید، اون زنگوله روی آر قرار بدید، به محض ویدیوهای جدید با خبر میشید. خب بریم سراغ سنسور اول که ما میخوام امروز بحث کنیم سنسور فشار هوای داخل منیفول یا سنسور مپ هم میگم که این یکی از کلیدترین قطعات موتورسیکلت انجکتور است که در منیفولد هوای ورودی نصب میشه و کاربرد آن چیه؟ فشار هوای ورودی به داخل موتور رو محاسبه میکنه و به ECU گزارش میده. تو بعضی موتورها دو تا سنسور وجود داره، تو بعضی یه سنسور. تو بعضی موتورها که دو سنسور دمای هوای ورودی، دمای مانیفولد هم داره که این دو سنسور تو بعضی موتورها جدا از هم است و تو بعضی هم کلا یه سنسور داخل هر دو سنسور وجود داره داخلی، هم سنسور دمای هوای مانیفولد و هم سنسور مپ که فشار هوای ورودی رو اندازه‌گیری میکنه. که این چجوری این سنسور عمل میکنه دوستان؟ با فشار دادن پدال یا گاز دادن این سنسور پارامترهایی به ECU میفرسته و میفهمه که سوخت درون سیلندرها رو بر اساس تغییراتی که ایجاد کنه و بر مخلوط سوخت و هوا رو به درستی تنظیم میکنه. وقتی که این قطعه خراب بشه یا کلا کار نمیکنه یا هم دیگه اگرم کار کنه خیلی قطع وسیع داره. خب یکی از چند تا مشکلات این سنسور اینه که سخت روشن شدن موتور، خروج دود سیاه از اگزوست هنگام گاز دادن، ریف زدن موتور و کاهش بازدهی و سخت گاز خوردن موتور هم ایجاد میشه تو بعضی موتورها. خب حالا دوستان چیکار کنیم که این سنسورها عمر این سنسورها رو بیشتر بشه؟ اول علت بگیم چه علتی پیش میاد که این سنسورها خراب میشه یا دچار اختلال پیش میاد که این سنسورها کار نمیکنه. وقتی که فشار هوای ورودی هوای موتورسیکلت، چون موتور فشار هوای ورودی یکم چرب ماننده، بعد مدت‌های چربی‌ها روی این سنسور میمونه و اگر تمیز نکنیم این سنسور تا اختلال میشه و رسوب میگیره و سنسور خراب میشه. ولی با سرویس های دوری میشه عمر این سنسور رو بالا برد. خب دوستان، تمام مشخصات و کاربرد و ایرادای این سنسور رو به شما گفتیم، دیگه حرفی نمونده. دوستان اگر از این ویدیو آموزش ها خوشتون میاد حتما اون دکمه مشترک رو بزنید، اون زنگوله هم روی آل قرار بدید، به محض ویدیوهای جدید با خبر بشید و لایک هم بزنید و تو مبحث بعدی سنسورهای بعدی هم توضیحات کاملشو میدم و تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.